همه چی فکر کردم، به همه چی. ببین من متهم به شراکت توی یه سری جرمم که اگه ثابت بشه حکم حبس ابدی. اگه پولشویی هم گردنم بیفته که میشه اعدام. پس همه حساب کتاباتو کردی؟ حالا پیشنهاد ویژه شما چی میتونه باشه؟ این که مثلا من همه چیزو به شما میگم، بعد شما تلاش میکنی که 10 سال هر جور شده از حکم من کم کنی. اینم مدارک اون خونه است. خیلی دنبال صاحب اصلش گشتم ولی پیداش نکردم. از نظر قانونی همه چیز به ما میرسه، ولی به 1000 دلیل ازت میخوام که پاتو تو اون خونه نذاری. شیدا، من باشون صحبت کردم، اصلا کاری نکردم، من بیگناهم. تو چرا باور نمی کنی؟ میشه توضیح ندی؟ من فقط توی اون دفتر کار کردم. هرچی هم که میدونستم و شنیده بودم بهشون گفتم. بابا تمام مدارک من توی اون پرونده ها هست. بعدش هم به خاطر اینکه مهرداد معرف من بود، من یه تعهدی دادم، با سند اومدم بیرون. آذر یکی از خوشگل‌ترین زنایی بود که به زندگیم دیدم. تو به شبیه تری تا من خیلی دیر فهمیدم شبیه خانواده‌ای که توش زندگی میکنم نیستم. نیست که بهشون نزدیکی، هر بار که میری جلو آینه بالاخره یه چیزی پیدا میکنی که شبیه اونا باشه. اوایل فکر میکردم شبیه مامانم، بعد که فهمیدم نیستم طرفدار این ایده شدم که آدمی که با هم زندگی میکنن بعد این مدت شبیه هم میشن. ایده بدی هم نیست. چیزی نیست، آلرژی دارم. سپهرم آلرژی داشت، مدام نفسش بم میامد. دکترش که گفت ارسیه، من مهرداد همش تو فامیلای اونا دنبال نشونهاش میگشتیم. توی خانواده کسی بود که اوضاع روانیش داغون باشه؟ همه. پس بگو من چرا اینجوریم. انگار یه چیزی تو من جا گذاشتم، یه شنی رو به من دادن و بعد منو ول کردن. یه آدم روانی که مشکل نداشتن خانواده هم داره، عقبه‌شو داره. این همه راه من آوردی که دادگاهیم کنی؟ خواهش میکنم قبل از اینکه همه چی رو بشنوی قضاوت نکن. سلام حال شما خوبی؟ تنها اومدی؟ آره بچه ها دیگه مدرسهشون شروع شد. اتفاقا منم یه دختر 5 ساله دارم. آخه زنده باشه. سلامت باشی. مامانش خیلی اصرار داره بریم یه شهر بزرگتر برای زندگی، به خاطر آینده اون. آخه ولی خب من راضی نیستم. چرا؟ همونجور که واسه شما سخته اومدن اینجا، برای ما سخت زندگی تو شهر. هر دود زده ای از شهر 2 روز بیاد اینجا کلش هوا میخوره. دود زده های اونجا عاشق پول شدن. سبزی اسکناس با سبزی درخت فرق داره. حالا کاری بود، من در خدمتم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خدا بده. وحید دست از این کله خربازیت بردار. وحید شاید بشه یه جور دیگه باشه، مرد حسابی. من دلم نمیخواد کارا یه جایی خراب بشه که دیگه هیچ غلطی نتونیم بکنیم. وحید ما با هم رفیق بودیم، اون سال هاست با هم اینجا در بالا پایین کردیم، شاید بتونیم. منم دلم نمیخواست زندگی این شکلی بشه ولی شد. همیشه یه عده میمیرن، یه عده دیگه مردن بقیه رو تماشا میکنن. ولی من نتونستم. وحید پری مرده، من دیگه نمیتونم بقیه رو همینجوری از دست بدم.
تو درست میگی، من اشتباه کردم. من کم آوردم، ولی وحید شاید یه راهی باشه که آدم بتونه یه جور دیگه شروع کنه. ببخشید خیلی آدمای مسخره‌ای شدیم نه؟ نشستیم تو این اتاق داریم حرفای گنده گنده میزنیم. اما اینجوری نمیشه مرداد، نمیشه. تو باختی اما من نمیبازم. نمیذارم این ماجرا اینجوری تموم شه. وحید اگه تو کاری نکنی من تا آخر عمرم گرفتار میشم. چه کاری؟ هرچی میدونم بذارم کف دست آقایون، خودم تا آخر عمرم برم گوشه زندون؟ البته بد فکری هم نیست. با شرافت میمیرم. زندگی دوستم هم که نجات دادم. تو راجع به من چی فکر میکنی؟ من مسیحم؟ حداقل میتونه که یه ذره آدم باشی. اگه شماره حسابای اونا رو بدی اینا میفهمن که کی قرار بوده با من معامله بکنه. اینجوری هم برای تو بهتر هم برای من. به نفع من نمیشه. من به یه جرم دیگه اعتراف کردم. از هیچ حسابی هم خبر ندارم. اعتراف دوم جرممو بیشتر میکنه. مثلا نمیفهمم شما چرا میخواین همه چیزو به نفع خودتون تموم کنین؟ داره بازی میده. میخواد وقت بخره. یه دوستی داشتم میگفت هیچ وقت نمیفهمی کی عوض شدی، کی یه آدم دیگه شدی. یه لحظه است، بعدش دیگه مثل قبل نیست. الان من به نظر باید داغون باشم ولی حالم بد نیست. یه چیزی در اون آدم هست. همون موقعا که فکر میکنی همه چی تمومه میاد سراغ تو، نمیذاره اون احساس باقی بمونه. میگه زنده بمون. زندگی با همه این بلاهایی که سرت آورده ارزش نفس کشیدن رو داره. وگه نه گزینه مرگ همیشگیه. من برمیگردم. سلام. سلام. اگه میخوای معامله کنی اینو هم بدون. اونایی که بهمنی رو بردن سراغ دخترت هم میرن. بهمنی اگه پیداش نشه اونا بیکار نمیمونن. میمونن. نمیخوای روی شرط دوباره فکر کنی؟ نه. شما مثل که هنوز باورتون نشده وقتی میگم به همه چی فکر کردم یعنی به همه چی. بسیار خوب. پس فعلا حرفی نداریم. تو چی فکر میکنی مرداد؟ من فکر نمی کنم با این شرایط همکاری بکنه. اصلا این آدمی که من امروز دیدم اونی نیست که میشناختم. نباید بذاریم از غیبت بهمنی زیاد بگذره. اونا که باش کار میکردن حتما میان سراغش. ما نمیتونیم جلوی خبر ناپدید شدنشو بگیریم. خیلی خوش اومدید مرد خانم. بفرمایید. باران مریم خانم
خانم بفرمایید. بله سلام. حال شما چطوری؟ برام خیلی خوش اومدید. سلام خواهرم صحرا. سلام شما. خیلی خوش اومدید. انشالله که بهتون خوش بگذره. سلام علیکم. خواهر سپهر نیاوردید. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام حال شما. خوب هستید؟ سلام علیکم. چقدر شبیه شما. آره دقیقاً. مریم جون من میارم. خوبی دست بهتره؟ دست بالا دست. بفرمایید. اتفاقا خوب موقعی اومدید. یه میرزا قاسمی درست کردن. آره والا به خدا. خیلی ممنون. سهرا جان بیا دمنوش بهار نارنج آوردم برات. هرچی نزدیکتر میام انگار دوباره همه چی داره واضح میشه. خاطرها همیشه هم خوب نیستن. اینو مریم خانم درست کرده. تو همین مدت کم انقدر باشون دوست شدی؟ ما 1 سال اینجا بودیم هیچ کدوم نزدیکمونم نشدن. بدبختی داشتن آدم رو به هم نزدیک میکنن. شماها پولدار بودین، تازه بومیارم بیرون کرده بود. اون خونه مال یه پیرزنی بود. بعدن هم تو ملکاوان 1-2 بار اومد دیدنم. میگفت که اونجا ارسیه بوده. از وقتی فهمیده که بچه دار نمیشه تصمیم گرفته بعد از مرگش اونجا رو واگذار کنه برای کار خیر. این جمله رو چندمین باریه که میگید. منظورتون چیه؟ منظورم اینه حالا که یه جوری شده که باید درست کنیم این زندگی رو، بهتره اون کاری رو که واسش ملک. یعنی زندگیم دوباره بشه 0؟ نه، خونه تهران. حالا بهتره در موردش حرف نزنیم، باشه بهتر. نوشیدنیتون رو بخورید. نمیدونم. فکر کردم شاید یکی که خودش تو پرورشگاه بزرگ شده خوب باشه که یه جایی مثل اینجا درست کنه، بچه‌های بی سرپرست رو جمع کنه و پرورششون بده. زمینای دور و برشم میشه محل سودش. اون وقت شما که مثل من یه زن تنها با 2 بچه نبودین و همه چی داشتین، چرا این کار نکردین؟ بابا اعتقادی نداشت اصلا. ولی بعدش به نظر مدارکی داشتید که نشون میداد اون ملک مال شماست. من مردن و از دست رفتن همه رو دیده بودم. خب ترسیده بودم. اما انگار قدرت ریس وزیری تو بهتر از منه. کسی اگه این جمله رو میشنید میفهمید ما اصلا همدیگه رو نمیشناسیم. تو ازدواجت اونجوری، مهاجرت، مردن شوهر، تو قوی هستی خیلی، مثل آذر. بهش فکر کن. خونه تهران میشه سرمایت. من برای راه انداختن زندگی تو همه کار میکنم. من برای خودم و 2 بچه‌ام تصمیم میگیرم. اگه منم یعنی شما تنها بودم در موردش راحت‌تر حرف میزنم. برای بچه‌ام شاید بد نباشه تو این دنیای به هم ریخته یه جایی تو دل طبیعت داشته باشم. توی تصمیم گرفتن راحته. من برای همه چی متاسفم. آذر اون روزا رو با خشم انقدر به هم ریخت که دیگه نمیشه درستش کرد. چون آسیه هنوز اعتراف نکرده و پرونده بازه، بردنش تحت نظر. به مهسا خانم بگو اگه میخواد میتونه بره ببینتش. باشه میگم. اینجوری که داری کار میکنی تا فردا طول میکشه. مگه دستت درد نمیکنه؟ بفرمایید. حمید من میخوام 3 تا بلیت بگیرم.
برای خودم و تو و مینا. برای کجا؟ نمیدونم، یه جای غیر از اینجا. خب کجا؟ جنوب. اتفاقا خیلی هم نیاز داری. خب یه کاری هم بگو من انجام بدم. عکس ها رو بکن. عکس خودتو بذار باشه ولی نمیگین قراره کجا بریم؟ هنوزم به من اعتماد نداری؟ چاره‌ای ندارم. اعتماد کن. سعی میکنم. باید جوری دیگه شروع کنیم. منو میبری دیدن مرحمت؟ آره حتما. قبل اینکه بریم ملکاوان حتما میریم اونجا. ما اونجا رو پس میگیریم. خونه تهران هم میفروشیم برای ساختنش. خودمونم میشیم سرپرست. اینجوری هم وقف شده، هم 1000 راه باز میشه برای زندگی بچه ها. شما هنوز 20 ساعت هم از کل سالهای زندگی منو نمیدونید. وقت چجوری درکت میکنم، باور کن. شاید از دست ما دلخور باشی، از دستای من. خیلی خوب، بهش فکر میکنم. ببخشید من منظوری ندارم. خیلی هم ممنون. فقط الان من یه سوال جدی تر دارم. در واقع این سوال از خودمه، که باید بازم بذارم تقدیر کار خودش رو بکنه یا ببین دلت بهت چی میگه. اولین باری که به دلم گوش دادم وقتی بود که عاشق مهرداد شدم. انقدر مشکل پیش اومد که یه زمانی فکر میکردم اشتباه کردم، ولی الان که برمیگردم به خودم نگاه میکنم میبینم که هنوز عاشقشم. خیلی نام و نام خانوادگی. جواهر مدنی پور. خب تعریف کن. صدا و تصویرت هم داره ضبط میشه. 30 و چند سال پیش بود رفتم تو اون خونه. زمستون 66. تهرون بمبارون بود. با اقبالی تازه آشنا شده بود. با دوستاش رفتیم شمال. همه جا میگفت من سکرترشم، چی میگن منشی، ولی دروغ میگفت. سرزبون داشتم معامله ها رو جوش میدادم، اونم یه سهمی از معامله میداد به من. آقا شما یه جوری میگید انگیزه که من هیچی واسه باختن نداشتم.
یه نامردی همه زار زندگیمو برد. منم از بدبختی برگشتم خونه آقا. پول واسه خیلی انگیزه میشه. من با اون پول برای خودم و سارا بهشت درست میکردم. رفتیم ملک آوان. صاحبش یه آقایی بود، هوشنگ. هیچکی باور نکرد، ولی من عاشقش شده بودم. اونم همینطور. همین وحید، شما خیال میکنین دنبال چی بود؟ میخواست مهسا رو دیوونه کنه؟ آقا اون با ما دست به یکی کرد واسه پول، اونم دنبال همین بود. هوشنگ و اقبالی معامله کرده بودن اونجا رو بکوبم بسازم. ترون بمبارون بود. من ترسیدم برگردم. کسی رو نداشتم. هوشنگ گفت بمونم اینجا تو ملک آوان. آذر و بچه‌هاش اما تحمل نکردن. سینا پسر بزرگشون پای کشیدن مواد جوون مرگ شد. آذرم یه شب صحرا رو برداشت از خونه رفت. حامله بود. من اون شب دیدمشون ولی جلوشون رو نگرفتم. خودم هم حامله بودم. عقد کرده بودیم. همه چی گردن منه. سارا هیچ تقصیری نداره. اون از اولش هم نمیخواست زن حسن زاده بشه. آقا مجبورش کرد، بعدش هم من آوردمش تو بازی. اما خودش حرف دیگه ای میزنه. میگه خودم خواستم با صابر نقشه بکشم، خودم خواستم داروی حسن زاده رو جابجا کنم. بیجا کرده میگه. اون اصلا هیچی حالیش نیست. من اصلا آقا من داداش ناتنیش درست، ولی از تنی بهش نزدیکترم. من اصلا به خاطر اون لال شدم حرف نزدم. یه عمر فقط وایستادم بدبختی خودم و اونو نگاه کردم. خودت هم سهم می‌بردی؟ آره میبردم، با که زیرش نزدم. اون موقع که میرفت خونه حسن زاده بچه بود. الان هم بچه است. پسرم مرده؟ بهتون گفته بودم. بله. خب بعدش خودش چی شد؟ نمیدونم. از خونه رفت. من عادت نداشتم دنبال مردا برم. بعد بزرگ شده بودم. مرد یا خودش برمیگشت یا میرفت درک. گفتم بچه‌مو دنیا میارم میمونم تو ملک. بی صاحب شده بود. خبر آوردن هوشنگ مرده. همه میگن که حسن زاده آدم خوبی بوده. آره بوده، برای بقیه. برای من فقط یه پیرمرد بود که اومده بود خواستگاهی خواهرم. از یه جایی به بعدم که همه اموالشو زد به نام پسرش. فقط موندم این ملک آوان. مردم هم از اون عمارت خوف داشتن. بعد آسیه رو دیدم و قصه پسرشو فهمیدم، این که مردم از سایه‌ش هم میترسن، میگن قوله و این حرفا. ولی آقا اون از هر آدمی آدم تره. مرده؟ بله. بدبخاستیه. تو ماجرای خودتو بگو. دنیا که اومد همین شکلی. شکل آدم نبود، ولی من مادرش بودم. 30 سال تو جنگل بزرگش کردم. اولا میترسیدم مردم ببیننش. بعدم اونایی که کشته شده بودن میترسیدم بگیرنش، فکر کنن اون قاتله. گفتم صابر و سارا یه کاری میکنن باهاش میمونم تا ته عمر.
و برای ملکاوان مشتری پیدا کردم. شهپر خواست جعل سند کنه. زمینه 30 سال بدون حساب مونده بود. اسناد مدارک درست حسابی هم نداشت. همه چی داشت درست پیش میرفت. یهو سرکله خانواده مهسا و اینا پیداشون شد. وحید آقا خودش اومد سراغم. گفت یه کاری کن مهسا خیال کنه دیوونه است. همه چی رو میگیرن سهم تو رو میدن. گفتم با سهم من میرم یه گوشه باش زندگی میکنم تا ته عمر. زندگی اصلا نشد که بشه. شریک داشته باشی حکمت کمتره. آقا اون شریکم نیست، خواهرمه. کاریش نداشته باشین. میشه کاریش نداشته باشین؟ من همه زندگیمو باختم، الانم تمام بشه برام فرق نمیکنه. کاریش نداشته باشین. اینو شما تشخیص نمیدی. خب باشه، بگیم بریم پیش هر کی که لازمه، هر جایی که شما بگین. من میام میگم تقصیر من بود، من کردم. کجا بریم؟ میشه اون فیلمو قطع کنیم؟ بله. سرباز سلام. سلام. سهرا اومده ببینتت. بیرون نشسته. زحمت کشیدن. تو میخوای چی کار کنی؟ تو فکرم که یه کارایی بکنم. به نظرم هیچی مهمتر از بچه ها نیست. شاید اگه اونا خوب بزرگ بشن دنیا جای بهتری بشه. میخوام اون عمارت رو برای بچه‌هایی که هیچ کسا ندارن درستش کنم. بعد یه کاری بکنم. یه کاری که به نظرم درسته. اولین باره که میخوام اول راه بیفتم بعد فکر کنم. چرا اینجا؟ نگران نباش، تنها نمیمونی. اگه رفتم گم شدم چی؟ توی گم شده هر کجای جهان که بری باز در تیرس خودمی. یادت باشه تو الان دیگه کلا بازی رو باختی. همه اون فوت و فنات هم من حفظ. من نمیخوام کسی رو بازی بدم، اما اگه اتفاقی برای دخترم بیفته این بازی رو به هم میزنم. تو نرو
من کارمو خوب بلدم، خیالت راحت. بهت قول دادم. شما یه سری شماره می‌خواستی که الان همش اینجاست پیش من، هیچ کسی دیگه هم نداره. شما که بازیای سخت باید براتون جذاب باشه، نیست؟ نه میشه. وقتی مرداد اون پولو به تو داد که باش معامله کنی یا پولشویی کنی، اونقدر هم تیزهوش نبودی که رد گم کنی. حالا دیگه برو، اما با اسامی که من میخوام برگرد. پس بهمنی با خودت. ترسیدی؟ یکم. میدونید وقتی مهرداد رو تهدید کردن که اگه با شما تماس بگیره زن و بچه‌شو میکشن، خیلی ترسیده بود. اون یه تهدید بود. مهردادم توجیه شده بود که تهدید میشه. اما یه تهدید واقعی بود. میبینید که اونا به راحتی آدم میکشن، از هیچ چی هم نمیترسن. دیگه کشتن زن و بچه یه نخبه براشون کاری نداره. مهرداد خیلی ترسیده بود به خاطر زن و بچه‌اش. هیچ وقت حالا اونجوری ندیده بودمش. اما من هیچ ترسی نداشتم، کسی نداشتم. بعد از مردن آرزو من هیچ ترسی نداشتم. فقط یه دخترم لاله میموندونم از همه مخفیش کردم به خاطر همین موضوع. مهرداد ترسید همه چیزو لو داد، اما من هیچ آتویی دستشون ندادم. نطفه تموم شد. البته نیم ساعت تاکسی منتظرته. وحید، به زودی میبینمت.